ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با حمد و ثنای پروردگار و آرزوی موفقیت و قبولی طاعات و عبادات، خوشحالم که یه چنین فرصتی در این لحظات مبارک حاصل شد تا بتونیم چند لحظه‌ای با توجه به توصیه‌های گوناگون قدمی برداریم در جهت نزدیک شدن به الله جل شأنه. یکی از سوالاتی که بایستی هر مؤمن خودش رو آماده بکنه برای اون، سوال از نعمت هاست. چون انسان در روز قیامت محاسبه می شود، بازخواست می گردد. یکی از سوالات پیرامون نعمت هایی است که خدا به من داده. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. از نعمت ها سوال میشه، چه کردیم با این نعمت ها؟ درست استفاده کردیم، بهره بردیم، یا برعکس آیا شکر نعمت ها رو به جای آوردیم یا کفران نعمت کردیم؟ چون شکر نعمت حتی در همین دنیا هم برای انسان مفید است، مایه ازدیاد و فزونی نعمت می شود و کفران سرانجامش از بین رفتن و ضایع شدن است و در فردای قیامت عذاب شدید الهی است. اینه که ما در این ماه عظیم الشأن سعی بکنیم که بنده شاکر و سپاسگزار باشیم برای خدا. ولی مسئله اینجاست که ما خیلی وقتا در مورد شکر و سپاس و قدردانی از نعمتهای پروردگار شنیدیم، میشنویم، میخونیم، توصیه ها میشود به شکر گذاری، ولی اینکه چگونه شکر بکنیم، چه بایستی کرد تا از پس اون همه نعمتها بر بیاییم و یک بنده شکرگزار به درگاه منعم خودمون باشیم. با توجه به توصیه های گوناگون که از خود قرآن و یا احادیث نبوی علیه السلام، بنده به صورت خلاصه 6 نکته یا مورد بسیار مهم، گرچه 6 مورده اما انشاءالله مواردش کوتاه و مختصر خواهد بود، مگر اونجایی که نیاز به توضیح هست توضیح خواهم داد. 6 مورد هست، 6 مطلب، هرچی بگیم، مورد بگیم، مطلب بگیم، اگر ما به کار ببندیم و تلاش بکنیم که این 6 نکته رو و یا مطلب رو بفهمیم و در زندگیمون به قصد اینکه خدا رو شکر بکنیم و از پس اون در بیایم، یک بنده شاکر حقیقی خواهیم بود. حالا هر انسانی طبیعی است که در هر زمینه‌ای ممکنه کوتاهی بکند. کوتاهی کردن، لغزش، اشتباه یه مسئله هست، اما اینکه انسان دنبال اصلاح نباشه، دنبال خوبی ها و عبادت و بندگی و دنبال شکر نعمت ها نباشه، این یه قضیه دیگه هست که خدای نکرده انسان اصرار بر خطا و اشتباه و کفران و تقصیر داشته باشه. این اصرار بده، اما لغزش
آنی و لحظه‌ای و گهگاهی، این چیز طبیعی است در زندگی انسان. نکته اول در جهت شکر نعمتهای پروردگار این که ما نعمت شناس باشیم، یعنی نگاه بکنیم به نعمتهای پروردگار، نعمت رو نادیده نگیریم یا نعمت رو محصور و محدود نکنیم در چند نعمتی یا قضیه‌ای که حالا به هر نحو به ظاهر ما احساس میکنیم که مصلحتی منفعتی برامون در اون هست، پس اینا نعمت هم. غالبا خیلی وقتا پیش میاد که افراد ممکنه مثلا برداشتشون از نعمت همون مسائل مادی باشه، به خصوص خوردن و نوشیدن و ثروت و مال، و خلاصه بکنن نعمت در همین قضایا، در حالی که این بخش مهمی از نعمت هست. خوردن و نوشیدن، مال، ثروت نعمت الهی است، نعمت ارزشمندی است، نیاز به شکر دارد، ولی خلاصه نمیشه نعمتهای الله و پروردگار در همین مسائل مادی. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمتهای خدا بخوای بشمارید نمیتونید به حد و حصر در بیارید، از توان توی انسان خارج است. یه وقتی شنیدید یا دیدید ممکنه برای فردی از افراد ما بیماری آسم یا تنگی نفس پیش بیاد، در یک لحظه چنان بهش فشار می آورد که همین دم و بازدمش با شدت با سختی صورت می گیرد. چقدر برای اون بنده خدا سخت است زندگی، در حالی که من و تو در هر دقیقه، حالا ما نمیگیم ساعت، در هر دقیقه چند دم و بازدم داریم، بارها. اینو خودش نعمت است. اگر همین برامون محدود بشه دیگه هیچی برامون ارزش نداره، خوشم نیست، لذتم نداره. پس هر دم و بازدم دو تا نعمت هست تا برسد به نعمتهای فراوان دیگر از این قبیل، سلامتی، تندرستی، تا برسد به امنیت در بخشای مختلف اون، و بالاتر از اون نعمت دین، نعمت ایمان. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اتممت علیکم نعمتی، منظور از نعمت الله جل شأنه که پروردگار میفرمایند و من نعمت خیش رو و نعمتم رو به اتمام رسوندم، مگر نه دینه، مگر نه قرآن است؟ قرآن و دین و پیغمبر علیه السلام نعمت بسیار عظیمه. هر جزئی از اجزای دین هم خود یه نعمتی است در ضمن اون نعمت بزرگ. نماز میخونید، اهل نمازید، اهل روزهید، اهل زکاتید، اهل حجید، رفتید حج، اهل تقوایید، صادقید، امانت دارید، با وفایید، اخلاق نیکی دارید. به همین صورت اهل تلاوت قرآنید، اهل علمید، دنبال علم میرید. اینو به هر جزئی از اجزای دین نگاه بکنید خودش نعمته، که در شبانه روز یه مؤمن وقتی نگاه بکنه از همین نعمت عظیم معنوی و دینی و ایمانی چقدر برخوردار است که دیگران محرومن. مگر کسانی نیستن که محرومن از مسجد و نماز و روزه و زکات و خدا و دین و همه چیز محرومن دیگه؟ اینا نعمت بزرگی است. به همین صورت اگر بخوایم بررسی بکنیم، من روایت براتون نقل بکنم که خیلی بهتر و زیباتر میتونه باشه. پیامبر میفرمایند علیه السلام: من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. وقتی صبح میشه زندگیت رو آغاز میکنید، در اون روز امنیت دارید، بلخص امنیت درونی، دغدغه، نگرانی، اضطراب، ترس در وجودت نیست. امنیت، بعد به دنبالش معافن فی جسده، یعنی در جسد خودش، در جسم خودش عافیت داره، سالم، تندرسته و به اندازه نیاز اون روز خودش قوت، یعنی غذا و هزینه زندگی هم دارد.
نیازی به این و اون نداره که دستش دراز بکنه. گویا تمام دنیا خداوند در اختیارت نهاده، تمام دنیا. چون اگر انسان تمام دنیا از نظر مادیات به او داده بشه اما امنیت نداشته باشه، انسان اگر تمام دنیا بهش داده بشه اما سلامتی نداشته باشه، ارزش داره، لذت داره، آدم راضی میشه، پول داره، میلیاردره، سلامتی که از دست داده به هر دری هم میزنه، به شرق و غرب میره، به کشورهای گوناگون بشنوه در فلانجا گفتن بیمارستان مجهز، نمیدونم با اطبای مجرب، کسانی رفتن تجربه کردن، جواب مثبت گرفتن، میلیاردها هزینه میکنه، راضیست همه مال و منال و ملک خودش بده، دار و ندار میفروشه به خاطر سلامتی. مگر من و تو سلامتی نداریم که ببینیم چه نعمت عظیمی است؟ در روایت دیگه میفرمایند پیامبر علیه السلام قد افلح، وقتی با تأکید رسول الله علیه السلام بیان میکنن، حرفی نیست که همینطوری از ذهن یه انسان معمولی خارج شده، تراوش فکر بشر نیست، از کانال وحی. قد افلح، قطعا پیامبر علیه السلام میفرمایند فلاح و رستگار میشود یا فلاح و رستگار شد. حالا هر کی این خصوصیات درش باشه اهل فلاح هست و رستگاری. من هدی الی الاسلام، کسی که هدایت یافته که مسلمون باشه، این یکی از نعمتهای عظیم و ارزشمند الهی است که انسان مسلمون باشه. و کان رزقه کفافا، و رزق و روزی هم به اندازه کفایت در اختیار داره، کافی باشه براش، بتونه زندگیش رو بچرخونه، که دستش به این اون دراز نباشه، آبروش رو نبره، زندگی آبرومندانه داره که دیگه نخواد خدای نکرده ذلیل و خوار و گرفتار باشه. و قنعه الله بما آتا، و خداوند قانعش بکند به اون چه بهش عطا کرده. قناعت نعمت ها، ما قدرش نمیدونیم، خیلی نعمت هست. اگر پروردگار فرموده که شما نمیتونید بشمارید، واقعا نعمت های فراوان. همین قناعت، چه اینکه خود انسان قانع باشه و چه اینکه خداوند به انسان همسری قانع بدهد، فرزندان و اولادی قانع بدهد. اونایی که در این زمینه تلاش میکنن میدونن انسان اگر قانع نباشه، میدونی چقدر گرفتار از خود نمیدونه. تا انسان قانع شما مقارنه بکنید، انسانی که قانع از تلاش میکند اما نه با اون حرص و جوشی که نه استراحت، نه عبادت، نه شب میشناسه، نه روز، نه اهل، نه خانواده، نه پدر. خب این برای چه داره کار میکنه؟ برای کی داره تلاش میکنه؟ عبادت که اصلا نداره، زن و بچه هم که اونو نمیبینن، خودش هم استراحت نداره. ولی انسانی دارید کار میکند، تلاش میکند، اما زمان عبادتش، وقتش به عبادت میده. ماه رمضان نه کار رو تعطیل بکنه، اما زمانی است که بیشتر تلاش بکنه، بیشتر تلاش میکنه. نماز 5 وقت به خدا میده، تو خونه خدا وقتش رو. زن و بچه هم در کنارشون هست، خودش هم راحته. ولی اگر ما قناعت نداشته باشیم گرفتاریم. زن و بچه قانع نداشته باشیم، خودش یه نعمت. اگر شما خداوند بهتون فرزندانی و همسری قانع داده، نعمت بزرگ و ارزشمنده. اونایی که همچه نعمتی ندارن گرفتارن. پس شکر خدا بکن که خداوند همچه اولاد و فرزندی بهت داده، همچه همسری بهت داده، همسری مؤمن و متدین و با تقوا. اون زنی که خداوند شوهر با تقوا و مؤمن و با اخلاق بهش داده، اون مردی که زن با تقوا و با اخلاق خدا بهش داده، اون بچه‌ای که پدر و مادر خوب، دیندار، با اخلاق بر سرش هستن، خدا بهش داده. و برعکس پدر و مادر که اولاد و فرزندان خوب دارن، اینا همه نعمته، کفران نعمت نکنیم. کسانی هستن گرفتارن و محرومن از این نعمت ها. یا مرد بد اخلاق و بیدین است، زن گرفتار از دستش، یا برعکس
به همین صورت پدر و مادر نسبت به اولاد، اینا همه نعمت‌هایی است که ما فراموشش نکنیم. و قنعه الله بما آتاه، خداوند قانعش کرده اون چی که بهش داده. پس قدم اول اینه که چشممون رو باز بکنیم. همونی که میگه من گرفتارم، فقیرم، ناموفق شدم، مشکلات دارم، اما در گوشه های دیگه نعمت‌های فراوان داره، بیشتر دقت بکنیم. نکته دوم، وقتی تأمل کردیم گام دوم که برمیداریم، هر لحظه چشممون به هر نعمتی خورد، به هر موفقیت، به هر ارزش، به هر خوبی که در اختیارمون هست، فوراً معتقد باش، یقین داشته باش که این نعمت چه ریز است، چه درشت، چه پنهان است و چه آشکار، چه مادی و چه معنوی، منعم اون، صاحب و مالک حقیقی اون الله جل شأنه، نه خودم. به خود نسبت نده، و الا اگر به خود نسبت دادید ممکن نیست که خدا رو شکر بکنید. وقتی به الله نسبت دادید، هر روز نعمتهای گوناگون رو کشف کردید، بهش دست پیدا کردید، بیشتر احساس میکنید که من چقدر در برابر الله هم مدیونم به خدا، من چقدر بدهکار خدایم هستم، چقدر بایستی ممنون الله باشم، چقدر شکر بکنم. وقتی خداوند اومد اون تخت ملکه سبا در یک چشم هم زدن مجسم کرد، آورد از یمن جلو پیامبر سلیمان نهاد، قدرت عظیمیه، نعمت عظیمی است جلو پیامبر سلیمان. میدونید پیغمبر خدا سلیمان علیه السلام چه فرمود؟ هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. چقدر عظیمه، نعمتهای فراوان، پادشاهی و فرمان روایی که به هیچ انسانی داده نشده و نخواهد داد، در اختیار سلیمان بود. جن، شیاطین، باد، دریا، هر چی بگید، کوه، پرنده، همه چیز در اختیارش بودن، خداوند در اختیارش نهاده بود. اما فرمود که این فضل پروردگار من است، این فضل الهی است، نه از منه، از خدام بهم رسیده. خداوند خواسته من رو امتحان بکند، لیبلونی اشکر ام اکفر، من رو بیازماید که آیا بنده شاکر و سپاسگزار میشوم یا راه کفران رو در پیش میگیرم. وقتی ذوالقرنین اون سد عظیم و مستحکم رو بنا کرد، نیومد جس بگیره، به استعداد خودش، به اندیشه خودش، به مهندسی خودش، به بازوی خودش بباله، افتخار بکنه. نخه، هذا رحمت من ربی. اگر ما اینگونه عمل کردیم، نعمتها رو به الله نسبت دادیم، و ما بکم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که احساس میکنید در اختیار دارید از آن الله، ما در اختیارمون خدا نهاده به عنوان امانت. پس قدم دوم، به دور و برت نگاه کردید، هر چیزی رو به عنوان نعمت دیدید و احساس کردید، بگو از جانب الله. نیاز نیست به زبانم بگید از جانب الله، در ابتدا قلباً بایستی معتقد باشید که این خدا بهم داده، مال خداست. آدم مغرور نمیشه، آدم مغرور نمیشه. تا موفق شدید سجده شکر میکنید. چقدر تفاوت است میان انسانی که وقتی خدا بهش نعمت میده مست میشود، مغرور میشود، نه خدا، نه بلاد، نه عباد، هیچی رو نمیشناسه، مستکبر میشود، تا اون انسانی که وقتی خبر خوش بهش دادن، وقتی اون نعمتی که دنبالش بوده بهش رسیده، فوراً به زمین میفته، پیشانی رو بر خاک میساید، سجود شکر میکند. چقدر فاصله هست، چقدر خدا ازش راضی میشه. نکته سوم، قدم سوم که بایستی برداریم برای اینکه بتونیم شاکر باشیم، به محرومین، مستضعفین، گرفتاران، اونایی که از ما گرفتارترن، مشکلات بیشتر دارن، به اونا بیشتر نگاه بکنیم. این قدم سومه. هر قدر مشکل دارید به دیگران نگاه بکن. این توصیه نبوی است علیه السلام. انظروا الی من هو اسفل منکم، به کسانی که از شما مشکلشون بیشتر است. علی کل حال تو این دنیا هر قدر احساس بکنید که گرفتاری دارم، برید در گوشه و کنار همین جامعه خودتون نگاه بکنید، هر کجا هستید برید، کسانی رو پیدا میکنید که وقتی اونا رو میبینید
مشکل خودت، گرفتاری خودت رو فراموش میکنید که در چه مشکل و گرفتاری هن، ولی نشستن زیر رحمت الله جل شأنه. پس بریم به اونهایی که مشکلاتشون از ما بیشتر است نگاه بکنیم تا قدردان نعمتهای پروردگار باشیم. قدم چهارم، به زبان بیاوریم. حالا من میگم بهتون به چه صورت. نعمتهای خدا رو بر زبان بیاریم، بازگو بکنیم، اذعان بکنیم، اقرار بکنیم. و اما به نعمت ربک فحدث، پس از اون نعمتهای پروردگارت بگو. اما چه گفتن؟ نه اینکه انسان بیاد من باب غرور و فخر فروشی بگوید، یا اینکه به رخ اونایی که محرومن بکشه. نخیر، منظور از گفتن حمد کردن، شکر کردن. وقتی کسی از ما پرسید احوالت چطوره، برخص بعد از بیماری، یه وقتی رفتید کارو باری برای خودت در پیش گرفتید، چطور کارو بارد؟ اولین چیزی که میگید قبل از اینکه حالا اگر حتی مشکلت رو میخوای مطرح بکنید، بگو الحمدلله. اینو بگو، به دنبالش هم بگو الحمدلله خیره، خدا خیر میکنه. نقل شده از امام احمد رحمه الله، میگن وقتی که دکتر میرفت پیش طبیبم میرفت، خودش رفته بودم، خب دکتر از آدم سوال میکنه چته، حال چطوره مگه؟ اول قبل از اینکه مشکل خودش و درد خودش با دکتر بگه میگفت الحمدلله. اینو میگفت تا چی؟ تا خدایی نکرده تو ذهن تداعی نشه که من دارم شکوایه میکنم، شکایت میکنم. لذا کسانی که وقتی بهشون گفتید احوال چطوره، حالا باز میکنن اون دردی که دارند و ندارن، هرچی از همه میگن من گرفتارم، من بدبختم، من فلان، هرچی هست، هرچی به ذهنشون بیاد میگن. این شکایت هست، این گلایه هست. از چه دارید گلایه میکنید؟ بگو الحمدلله. او که طبیب نیست، او سوال کرده، بگو الحمدلله. اگه بهت گفت مشکلت رفع شده، بگو انشالله رفع میشه. ما نمیگیم دروغ بگید که، اما این که انسان بیاد یک پارچه همینطوری به قول خودمون از هر دری بگه نمیدونه از کاری سوال شد، نه من بدبختم کار. البته یه نکته هم هست، ما اگر یه وقتی خواستیم از کسی سوال بکنیم در حدی نباشه که دخالت بیجا بکنیم، در حدی این که مثلا ما شنیدیم فلانی مریض، میگیم احوالت چطوره، وقتی میگیم الحمدلله دیگه نریم دوباره حالا حالت خوب شد، بهتر شد، تا چه حدی، چه کردید. خب این باعث میشه که برخی افراد ممکن احساس بکنن که این بنده خودی همه دنبال برای چه؟ در مورد کار مردم سوال نکنیم. چرا سوال بکنیم در اون مواردی که ربطی به من نداره و مردم رو در حرج بندازیم؟ ولی اگر کسی از ما سوال کرد بگیم الحمدلله. اینو بگو و گلایه نکن، شکوایه نکن. انما اشکو بثی و حزنی الی الله. به راستی که من غم و اندوه و دلتنگی خودم رو در پیشگاه الله جل شأنه شکایت میکنم، به خدا میگم، یعنی که خدایا من همچه مشکلی دارم. بله، بیا با الله بگو، هر دردی، هر رنجی، هر گرفتاری دارید بگو با خدا. پس اینه که انسان به زبان نعمت رو بیاره و آثار نعمت رو بر اندام و وجود خودش رو به نمایش بگذاره. حالا چه به زبان بگه، چه آثار نعمت خداوند ببینه بر ما. یکی از موارد و اما به نعمت ربک فحدث همینه که خداوند اگر بهت نعمت داده نه بخیل باش و نه مسرف. مردی در حضور پیغمبر علیه السلام لباس خیلی کهنه، پوسیده، پاره بر تنش بود. پیامبر علیه السلام سوال کردن ای مرد خدا به چیزی داده، مالی، نعمتی، چیزی بهت داده؟ گفت بله انواع مال بهم داده، گاو، گوسفند، شتر، هر چه بگی. پیامبر فرمودن علیه السلام خدا دوست داره که آثار نعمتش رو بر بنده اش ببیند. ما نه بخیل باشیم نسبت به خود و خانواده و جامعه و نه مسرف و ولخرج باشیم. هر دو بده. آدم بخیل هم خودش و خانواده و جامعه رو محروم می کند، آدم مسرف هم به همین صورت. چقدر ممکنه جامعه محروم باشن به خاطر اسراف و ولخرجی های فرد. حد معتدل. اسراف و ولخرجی کفران است، بخلم کفران است. هر دو بده. این 4 تا شد. یکی که دنبال باشیم نعمت رو کشف بکنیم،
بعد قدم دوم گفتیم به خدا نسبت بدیم که به زور بازومون نیست. به محرومین 3 نگاه بکنیم، کسایی که از ما بیچاره ترن. 4 آثار نعمت رو به نمایش بگذاریم با زبان، استفاده از نعمتهای خداوند در حد اعتدال، نه اسراف و نه هم بخل. 5 سعی بکنیم نعمتهایی که خدا بهمون داده در جهتی که خدا دوست داره به کار ببریم و در اون جهتی که خدا دوست نداره استفاده نکنیم. این که دیگه همه میدونیم. هر نعمتی باشه، عمری که خدا بهمون داده یه نعمته، چطوری استفاده ازش بکنیم؟ سلامتی است، جوونی است، امنیت، مال و ثروت، بالاخص مال و ثروت چقدر به هدر میرود، حالا یا از طریق اسراف، درست استفاده نکردن. ما اگر در زندگی 24 ساعتمون بنویسیم، فقط یه روز تجربه بکنیم، بنویسیم که از وقتی بیدار شدیم تا وقتی که خوابیدیم هر چه خرج کردیم بنویسیم، در چه زمینه‌ای خرج کردیم، 1 تومنش تا 100,000 تومنش تا 1,000,000 تومن بنویسیم توی یه دفتر، در چه موردی خرج شد. حساب دستمون میاد که چقدر نیاز بوده، چقدر نیاز نبوده، چقدر اصلا بیهوده بوده، چقدر میتونستیم صرفه جویی بکنیم، چقدر میتونستیم پسنداز بکنیم، چقدر از همین مبلغ میتونستیم در راه خدا صدقه بدیم. یه تجربه ای بکنیم، یه روز 2 روز تجربه بکنیم، حساب دستمون بیاد، زندگیمون هم منظم میشه. بعد میگی بله اینجا اضافه بود. اگه برادرها مشغولن، خواهرها به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان دختر، به عنوان خواهر، شما این نقش رو داشته باشید، این نقش رو ایفا بکنید. شما سرمایه هستید، سرمایه خانواده هستن زنها. ممکنه یه وقتی مرد به خاطر مشغله، به خاطر بی‌دقتی درست از نعمت استفاده نکنه، اما زن مؤمن و صالحه، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زنان صالح زنانی هستند که مطیع و فرمانبردار الله و شوهرن. قانتات مطیع و فرمانبردارن، حافظات للغیب نگهدارنده غیبن. یعنی چی؟ کدوم غیب؟ اون چیزی که خداوند ازشون خواسته نگهش دارن. شوهر تو خونه نیست، سر کار، مسافرت، غایبه، اما در غیاب شوهر مال شوهر، آبروی و ناموس شوهر، اولاد شوهر، زندگی شوهر رو پاسداری میکنن، برنامه میریزن. ما زنانی داشتیم و داریم، مردا که سرگرم کارند و شاید برای خودشون برنامه‌ای نداشته باشن، همون مقدار پول خرجی که تحویل همسرش میکنه در پایان ماه و سال و ممکنه بعد از چند سال آماده کرده، به مردش میگه شما حج نرفتید، میخوای حج برید؟ میگه من پول ندارم که. میگه من پول برات میارم. خب شما پول از کجا آوردید؟ همون پول هایی که به میدادید پسنداز میکردم که توی مرد این همه دارید عرق میریزید، زحمت میکشید، حج نرید، بیا این پول رو بگیر. این زن اگر در یک کفه ترازو بگذارید و تمام دنیا در یک کفه ترازو، ارزش این زن بیشتره برات. ما همچه زنایی داشتیم و همچه زنایی داریم که میتونن مردشون، فرزندشون و جامعه رو به اوج تکامل و رشد و هدایت برسونن، که ارزش داره همچه سرمایه. پس بیایم مالمون رو، نعمتهامون رو در راهی که خدا دوست داره، خدا میپسنده به کار ببریم. این شکره. این که دیگه هممون میدونیم. همین تلفن همراه، من بارها گفتم یه نعمته یا نه؟ تلفن همراه نعمته. حالا استفاده خودمون ببینیم. از همون پیامک گرفته تا تلفن چقدر هزینه میشه، قیمت خود تلفن از یه طرف، قیمت همون هزینه‌ای که پرداخت میکنیم برای مکالمه از یه طرف، چقدر در 24 ساعت ما هزینه میکنیم برای مکالمه، برای صحبت کردن، ولی خیلی وقتا پوچ، بی هدف. در حالی که همین تلفن همراه میتونه نعمتی باشه. جدا از این که ما کاروبار و زندگیمون رو راه میندازیم، بعضی وقتا هستن دوستا پیام میدن در موارد گوناگون و مراسم‌های گوناگون و مسائل گوناگون، یه توصیه‌ای، یه وردی، یه ذکری، یه ترجمه یک آیه‌ای، ترجمه یه حدیثی. امشب مثلا فرزنم شب جمعه فرا میرسد، فوراً توصیه میکنن در رابطه با سوره کهف، در رابطه با صلوات، شما به 10 نفر به 20 نفر همچه پیامک بفرستید. ماه رمضان است، چه بکنیم؟ یه توصیه چند کلمه‌ای، یه نفر حداقل از این 10 نفر 100 نفر که شما بهش پیامک دادید ممکنه به کار ببنده، اجر و ثواب دارید، ارزش داره برامون. اینه که درست استفاده بکنیم. و ششمین نکته اینه که اهل طاعت و بندگی باشیم، فرمانبردار خدامون باشیم.
اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. این نکته جالبی است که مفسرین رو جذب خودش کرده. این عبارت الهی پروردگار نفرمودن که اشکرو آل داوود، ای خاندان داوود، پیغمبر داوود شکر بکنید، نه اعملو آل داوود شکرا، یعنی شکر عملی. یعنی گویا میخواد بگه که شکر و سپاس پروردگار بایستی در لابلای اعمال و رفتار انسان نشون داده شود با عمل. به همین جهت رسول خدا علیه السلام که سید و سرور شاکرین بود چگونه شکر میکرد؟ یکی از راههای شکرگزاریش همین بود، اطاعت و فرمان برداری، که وقتی به نماز قیام می ایستاد با این قیامهای طولانی که پاهایش متورم میشد، بهش میگفتن چرا این همه خودتو به زحمت میندازی؟ میفرمود افلا اکون عبدا شکورا، من با این کار میخوام بنده شکرگزار خدا باشم، خدا رو شکر بکنم با طاعت، با بندگی، با احسان به دیگران، با توبه، با استغفار، فرمان برداری از الله جل شأنه. و قلیل من عبادی الشکور، کمن و اندکن بندگان شکرگزار من. چرا؟ چون شکر تنها به زبان نیست، شکر با قلبه، با زبانه، با عمله. قید و بندها وقتی زیاد بشه دیگه مصداق اون در عمل کم میشه. قلیل من عبادی الشکور. اما ما میتونیم، مؤمنیم، مسلمونیم، به خدا ایمان داریم، ماه رمضان است، از خدا بخوایم، تمنا بکنیم، التماس بکنیم سیرت و حیات و زندگی پیغمبر علیه السلام رو بیشتر بخونیم در هر زمینه‌ای. اگر میخوایم شاکر باشیم، اگر میخوایم که مخلص باشیم، اگر صادق باشیم، امین باشیم، متوکل بر الله باشیم، بنده صالح باشیم، هر نیکی میطلبیم، یکی از راهاش دعاست و یکی از راهاش خوندن سیرت پیغمبر هست علیه السلام. پس انشالله این 6 نکته انشالله به کار ببندیم و دعا هم که همیشه در همه زمین‌ها یادمون نره، از خدا بخوایم که خداوند انشالله ما رو موفق بکنه که بتونیم بنده شاکر و سپاسگزار باشیم. همه شما رو به خدای منان می سپارم و آخر دعوای ان الحمد لله رب العالمین.